فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب دکتر، بیننده بعدی که از روستای هوانله هست پرسیدن که آیا مسجد که با گذشت زمان تخریب شده جای آن مسجد پارک بسازند درست است یا نه؟ روستا هم مسجد جدید دارد. بفرمایید. در صورتی که مسجد بدیلی بهتر و معادل برای او ساخته شود در روستا، یعنی که برای نمازگزاران و برای ضرورتی که این مسجد برای او ساخته شده بود کافی بوده باشد، جواز دارد که به این مسجد یا به وقف اسلامی تبدیل شود که از همه بهتر هست، یا به یکی از مشروعات اجتماعی دیگری در جای او گرفته شود، قسمی که در زمان عمر رضی الله تعالی عنه بر اساس ضرورتی که برای بیت المال لازم بود که نزدیک مسجد ساخته شود و جای مسجد برای او کم بود. عمر رضی الله تعالی عنه به عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه و ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنهما دستور دادند که در جای بازار مسجد بسازند، چون جای بزرگتر هست، و در پهلوی مسجد بیت المال ساخته شود تا اینکه همیشه در مسجد نمازگزاره می باشد، از تهجد گزاران تا به نمازگزاران، که هیچ وقت مسجد در اون زمان خالی نبود. مسجد فعلی ما و شما به مانند مسجد فعلی ما و شما نبود که در نمازهای فرضی به مشکل فر پیدا بکنه. لذا به این اساس بیت المال از گزنده، دزدی و غیر چیزها نجات محفوظ بمانه. لذا پهلوی او بیت المال ساخته شد و جایی که مسجد بود در اونجا بازار با اونجا انتقال داده شد. پس در این صورت ان شاء الله الرحمن اشکالی وجود ندارد، در صورتی که بدیل مناسب و درست برای مسجد به حد ضرورت کلی منجها و یا برابر مسجد یا بالاتر از او ساخته شود. و این مسجد که هست بهتر از همه این هست که یک مشروع وقفی در او ساخته شود برای مثلا یتیم های اونجا، برای ضرورت و نیازمندی های خود مسجد که مسجد اصلی که هست، مسجد موجود، و یا ضرورت های نیازمندانی که در اونجا هست. بهترین راهی حلش است که هم استفاده خیری شود و هم جای بدون استفاده باقی نماند.